و عرض ارادت و احترام خدمت تک تک عزیزانی که شرف حضور دارن، دوستانی که ما سالها با هم زندگی کردیم، با هم کار کردیم. خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم و شرمنده‌ای از اینکه دوستان سر پا ایستادن و من سعی میکنم که کوتاه و مختصر عرایزم رو تقدیم بکنم. اولا خدمت جناب آقای استاد آذریفر عزیز که امروز نمایشگاهی رو برپا کردن تبریک میگم و اینکه باید در واقع بگیم که آقای آذریفر از نسلی هستند که به نوعی خودآموخته هستند. درسته حالا نزد استادانی هم آموزش دیدن، ولی بیشتر پیشرفت ایشون مدیون استعداد و پشتکار خودشون هستند. یعنی اگر که مثلا تا نسل ما که نسل استاد شاگردی بود، چون نسل ما آخرین نسلی بود که کاملا از سیستم استاد شاگردی ما کار میکردیم، نسل قبل تر از ما این استاد شاگردی کاملا منحصر بود، انحصاری بود. این اگر یک مثلا هنرجویی نزد استادی میرفت دیگه حق نداشت با استاد دیگه در ارتباط باشه. حتی نسل ما نسلی شد که مثلا یک هنرجو میتوانست به خاطر انجمن خوشنویسان که در یک مجموعه کلاس‌های متعددی همزمان بود، اون رسم برداشته شد و یک هنرجو میتوانست تا بخواد نوبت تعلیمش برسه به کلاس‌های دیگه هم یک سری بزنه و چه بسا یک سرمشق هم از کلاس به اصطلاح کناری بگیره. نسل بعدتر از ما که اکثر شما ماشاءالله جوونا هستین، نسلی هستین که از این هم عبور کردید و الان فضای مجازی به ما این امکانات رو داده که محض این که یک کسی یک خط می‌نویسه هنوز مرکب خوش نشده در فضای مجازی منتشر میکنه و چه بسا به صورت لایو همون لحظه که داره اینو تحریر میکنه دیگران دارن بهره‌مند میشن از تعالیم او. پس آقای آذریفر در واقع نسلی هستن که حالا علاوه بر این که در اون محضر بعضی از اساتید آموزش دیدن، از فضای مجازی و از کتاب‌هایی که منتشر شده توانستن استفاده کنن و با پشتکار خودشون که من این چندین سال الان در خدمتشون این ارادت و آشنایی داشتیم، دیدم که چقدر عاشقانه کار میکنن. هنر هم کار عشق است، یعنی واقعا هنر شغل نیست، حرفه نیست. یک جایی بزرگداشت بود برای استاد افجعی، من اونجا باید عرایضی رو تقدیم میکردم، گفتم که هنر شغل و حرفه نیست، چون شغل و حرفه شما در مقابل یک آموزشی که میبینید و مهارتی رو کسب میکنید و یک درجه‌ای یا یک مدارجی رو طی میکنید، نسبت به اون مدارج شما یک کاری رو انجام میده و در مقابل اون دستمزدی رو میگیرید. هنر این گونه نیست. هنر نیاز درونی انسانه. حالا چه شما یک هنرمند تراز اولی بشوید و بتونید در سطح فرض کنید ملی یا بین‌المللی بدرخشید و از همون راه هم امرار معاش بکنید، یا نه هنرمندی که بتوانه برای دل خودش کار بکنه و اصلا کاری هم به بازار و مارکت هنر نداشته باشه. هر دو اینا کار دله، کار عشقه و از بین هزاران نفری که متمایل هستند به هنر تعداد اندکی استعداد وجود داره و اگر این استعدادها به موقع و درست بتونن استاد خوب پیدا کنن که بتونه درست راهنماییشون کنه، چون ببینید فقط استاد خوب به این نیست که یک کسی فقط خطش خوب باشه، نه، باید بتونه این خط خوب رو منتقل بکنه، بتونه به موقع تشویق کنه، بتونه به موقع ایراد رو کاملا جوری این ایراد رو و اشکال کار رو بگیره
که طرف مقابل هنرجو دلسرد نشه. همه اینا دست به دست هم میده و از بین هزاران نفر مستعدی، اونایی که مستعد نبودن و با هم قاطی بودن و کاری نداریم، تازه از بین اینا موقعی که ما غربال میکنیم عده‌ای میان به عنوان آدمای مستعد و بین این مستعدین از بین هزاران مستعد یک نفر ممکنه موفق بشه بتونه در اون مراحل بالای هنر بیاد. پس اگر کسی این مراتب رو بتونه طی بکنه، این به نظر من شکرانه داره و به عنوان یک استعداد برتر باید قدر خودش رو بدونه و لحظه لحظه این زندگی خودش رو قدر بدونه و بتونه خودش رو وقف دیگران بکنه. هر چقدر شما موفق تر باشید در این زمینه، در کار شخصی خودتونم موفق تر هستید. این یک چیز آزمایش شده دیگه، نیاز به این که حالا ما بخوایم دلایلش رو بخوایم بگیم اصلا نیازی نداره. حالا خود هنر باز یک مراتبی داره. یه موقع از گفتم یه هنرمند برای دل خودش کار میکنه، توقعی هم نداره، داره زندگی خودش رو میکنه. یه موقع است که نه، این هنرمند آمده و در یک مارکت داخلی یا بین المللی داره کار میکنه. خب این مارکت چگونه به وجود میاد؟ ما تا به حال هیچ کلاسی نداشتیم که به ما یاد بده که خب ما به عنوان یک هنرمند الان چگونه وارد این بازار بین المللی یا بازار داخلی بشیم به عنوان آرتیست و هنرمند. چون دورانی که ما خوشنویسی رو به عنوان شغل نگاه میکردیم که در واقع خشت اول انجمن خوشنویسان هم بر اساس در واقع کارآفرینی بوده، یعنی یک خوشنویس تربیت بشه بتونه بره در بازار کاری رو برای خودش انتخاب بکنه. این کارهای کتابتی بوده، کارهایی که نیاز به اصطلاح کار نشر بوده، کارهای تبلیغاتی بوده و غیره و ذالک. ولی در دوره معاصر که تقریبا از 20 سال پیش یک کاملا مشخصه که این به اصطلاح یک خط جدا کننده‌ای هست بین قبل و بعد، خوشنویسی ما تمایلش رفت به سمت هنر به عنوان اثر هنری. از اینجا به بعد تمام اون قواعدی که قبلا کار میکرد و معتبر هم بود، اینها باید کنار گذاشته بشه و قواعد جدیدی حاکم بشه تا یک هنرمند بتونه مارکت هنر رو هم داشته باشه. من یه بار در فضای مجازی دیدم یک کسی خیلی معتقد بود به حرفای خودش و گفته بود که آقا توی این حراجی ها و اینا اسم خرید و فروش میشه. بله دقیقا همینطوره و تفاوت شغل و حرفه و اثر هنری دقیقا همینجاست. من برای که این رو بتونم بهتر تبیین بکنم خدمتون، یه خاطره نقل میکنم خدمت یک از اساتید بزرگ بودیم، حالا اسم ببریم چون کار حرف خوبی میخوایم راجع بهش بزنیم، استاد احصایی. من یه شب خدمتشون بودم تا دیر وقت با چند تا از دوستان، خب داشتیم کاراشون رو نگاه میکردیم. یه دفعه برخورد کردم من به یک کاغذ آچار قاب شده‌ای که توش با یه چیز شبیه ماژیک روان‌نویس یه مقداری ضخیم خطی کشیده شده بود و کنار این 4-5-6 سطر یادداشت خود استاد بود که با خودکار نوشته بود. من توجهم جلب کرد این چیه؟ خوندم دیدم که ایشون نوشتن که من زمانی که دانشجو بودم رفته بودم در امریکا در شهر نیویورک و در فلان موزه، حالا اسم موزه‌اش دقیقاً یادم نیست، آثار رو نگاه می‌کردم. بعد خسته شده بودم روی یک نیمکتی اونجا نشسته بودم، یه دفعه دیدم که آقای سالوادور دالی، یکی از هنرمندان خیلی مهم دهه‌های 60 میلادی، ایشون با خانمشون وارد شدن توی موزه. میگه ما به تبع دیگران هم که اونجا بودن ما احتراما رفتیم جلو سلام می‌کردیم و به اونجا خط شد که گفتن شما از کجا آمدید؟ گفتیم از ایران. برای چی آمدید اینجا؟ به اصطلاح پژوهشی و درسی اینها. آقای سالوادور دالی به استاد احصایی میگن که خب اینجا شهر گرانی است، شما مشکله که زندگی اینجا. گفت بله بالاخره ما دانشجو هستیم اینا. گفت یه کاغذ داری من بده؟ گفته بله. یک کاغذ آچار از تو کیفشون در میارن میدن به آقای سالوادور دالی.
خودکار رو برمی‌دارن یا اون روان نویس یه امضا میکنن میگن خب شما برو اینو بفروش، باش اینجا زندگی کن. تفاوت همینجاست. یعنی من فکر میکنم که این مثال که الان هم الحمدلله استاد احسایی تشریف دارن، همون اثر در منظر استاد هست، نشان دهنده این است که تفاوت کالا و اثر هنری اون اعتبار این اسمه. پس اون کسی که فکر میکرد که آقا چرا دنیا اینجوری است که اسم خرید فروش میشه، بله دنیای هنر این گونه است. گهگاهی برای که یک دقیقه یک هنرپیشه در یک فیلم بازی کنه، یک هنرپیشه تراز اول، که بتونن اسمش رو تو اون تیتراژ بیارن، اونها دلار اون طرف میگیره، میگه من اسم من باعث میشه که فیلم تو موفق بشه، حتی اگر نیم دقیقه بخواد بازی کنه. خب پس مسئله اعتباری است، مسئله اسم، امضاست. خیلی خوب، حالا این اسم و امضا چگونه معتبر میشه؟ اینجاست که دیگه خیلی جای بحث و سخن میتونه به اصطلاح فراخ دامن بشه و آدمایی که متخصص هستن در چندین زمینه باید بیان راجبش صحبت کنن. من در حد تجربه خودم عرض میکنم. ببین یه هنرمند علاوه بر این که داره آموزش میبینه و آموزش میده، باید حضور مستمر داشته باشه در فضای هنری، مؤثر باشه. اینجور نیست که من بگم خب من یه هنرمندم گوشه خونم نشستم کار میکنم، نه، این کفایت نمیکنه. تو باید مؤثر باشی، تو باید بتونی هم نسلان خودت رو و جوانترها رو آموزش بدی و تربیت کنی، بتونی صاحب سبک باشی. هنر تا زمانی که ما داریم تقلید میکنیم، گرچه خود تقلید یه مرتبه بسیار بالایی است در خوشنویسی، اصلا نظیر نویسی در هنر خوشنویسی دارای که اعتبار و شأن است. یک مرقعی هست توی کتابخانه کاخ گلستان که به دستور فتحعلی شاه، خود فتحعلی شاه میدونی که نیمچه خوشنویسی بوده، بعد از خطاش چاپ شده، جاهای شما نگاه کنید به نظر من استادی رو میتونه بگیره. ایشان مرقع میرعماد رو میذاره در اختیار عباس نوری که خوشنویس اون دوره، که اینو شما نظیر نویسی کن، اینو رو بنویس. حاصل شده یک مرقعی که یک صفحش میرعماد، یک صفحه همونو دقیقاً عباس نوری نوشته و واقعاً قابل تشخیص نیست. منتها زیر اونجا نوشته که من از روی خط استاد بزرگ چیت خیلی با القاب از روی اون نوشتم، یعنی مراتب رو حفظ کرده، برخلاف امروز که از روی کارا تقلید میکنن. نه تنها نمیگه از روی اون من این کارو کردم، بلکه میگه اصلا مال منه. این حالا دیگه درست کنه. خب هنرمند پس باید بتونه دارای سبک شخصی خودش هم باشه. بعد بر خلاف سایر هنرها که اخلاق در اون هنرها چندان ممکن اهمیت نداشته باشه، یعنی ما در بعضی از هنرها اصلا برای مهم نیست که اون هنرمند چه رفتار و منش و اخلاقی داره، هنرش رو نگاه میکنیم، با هنرش زندگی میکنیم، قضاوت میکنیم یا هر چیز دیگه. خوشنویسی اینگونه نیست. خوشنویسی اخلاق محوریت داره. این تفاوتش هست با سایر هنرها. این که بعضیا میگن هنر قدسی، هنر مقدس، نمیدونم هنر چی، شاید به این خاطر بوده که همیشه اخلاق در خوشنویسی مهم بوده. این که شما چه کاری انجام میدید یا چه کاری انجام نمیدین، اینا مهمه. اینا به مرور زمان در ذهن مردم یه پرونده از شما میسازن، اوراق مثبت و منفی رو توی اون پرونده، اون فایل جا میدن و بر اساس این حالا اون امضا میتونه معتبر باشه، میتونه معتبر باشه. در اکثر کشورهای غربی برندسازی یک حرفه بسیار علمی است. می‌نشینن که هنرمندی رو که شایستگی‌های لازم رو البته داشته باشه روش کار میکنند. تو کشور ما هنوز نشده چنین چیزی. یک
نقطه های آدم حس میکنه جاهایی داره شروع میشه، منتها هنوز حالت های دلالی داره. یعنی ما هنوز افکار دلالی ما نمیگذاره که بتونیم به اون نوع برندسازی دست پیدا کنیم. پس هنرمندان ما باید خودشون بتونن خودشون رو برند بکنن. برای این کار عرض کردم خدمتتون این که شما چه کاری میکنی و چه کاری نمیکنی، همه اینو نمره خودشو داره. مثلا من اخیراً دیدم تو فضای مجازی مثلا خط استاد رو برداشتن تصحیح کردن. خب تو مرتبت کجاست اولا؟ دو اینکه این حالا در پوشش منتقد هنری که آقا ما منتقدیم پس ما میتونیم هر کاری بکنیم، اینجوری نیست. اینجوری نیست. باید اینجوری باشه. ما نمیتونستیم نسل خودمون و نسل قبل از خودمون رو بیایم خطشون رو نظر خودمون رو بدیم. چرا این کار نکردیم؟ میر عماد نمیتونست نسبت به اساتید خودش مثل میر علی و نمیدونم سلطان علی و دیگران بیاد خطونا رو تصحیح بکنه؟ نمیتونست این کارو بکنه؟ اصلا داریم یک کلمه رو تصحیح کرده باشه اینها تو تاریخ خوشنویسی نداریم. به جز دوره معاصر که داریم اتفاق میفته، در هیچ دوره تاریخی ما سراغ نداریم که یک خوشنویس خط هم نسلان یا نسل‌های بسیار متقدم رو برداره و تصحیح بکنه بگه این غلطه این درسته. اصلا تو عالم هنر غلط و درست نداریم. آقا شما می توانید از خط یک کسی خوشتون بیاد بگه آقا من از خط این خوشم میاد، جارم نمیتونه بزنید، این سلیقه شخصی منه، من از این خوشم میاد از این خوشم نمیاد، تمام. این که این غلطه این درسته اصلا نداریم در هنر. باز نقل میکنم از استاد احسایی. ما همین پارسال بود که توی داوری یاسین خدمت استاد بودیم. استاد اخوانی تشریف داشتن، استاد خروش تشریف داشتن، آقای استاد جلیل رسولی و حتی این صحبت دهه 60 و 70 که اون موقع. ولی بعداً دیدید که همونی که میگفتن درست نیست یک راه جدیدی رو در هنر ایجاد کرد، یک بازار جدیدی. ما بازار نداشتیم دوستان. شما اکثرا جوانید، ممکنه که خیلی در جریان نباشید. مثلا استاد منوری که تشریف دارن شاید یادشون باشه، مثلا ما 20 سال 30 سال پیش خوشنویسی معاصر بازار نداشته. و این بازار چگونه ایجاد شد؟ همین یک شبه درست شد؟ خیر، روش کار شد. یعنی باید کاری رو ایجاد می‌کردی که بتونه در بازار در کنار آثار دیگر مثل نقاشی، مثل حجم، حرفی برای گفتن داشته باشه. حالا من عرضم تمام شد خدمتتون هست. تا چند سال پیش خب خوشنویسی جوری بود که مثلا در بین جمع مثلا حالا کلا من میگم هنرهای تجسمی که میرفتیم خوشنویسی هنر نیست و مثلا محل نمیذاشتند. ما چند تا جشنواره برگزار کردیم. اولیش جشنواره امام علی بود در موزه معاصر که اینو ما خیلی با سر صدا برگزار کردیم و جوایز به 10 نفر ما جایزه میدادیم. یعنی 10 نفر برگزیده میشدن، 1 و 2 3 نمیکردیم. این 10 تا در یک سطح به هر نفر 10 سکه دادیم. خب بعد از اون آمدیم چند تا جشنواره با ترکیه برگزار کردیم که من مسئولیتش داشتم. جایزه $50,000. بعضی از دوستان نقاش ما آقا اشتباه نمی‌کنید $50,000 شما جایزه میدید؟ بودیم بله. واقعاً بله. باور نمی‌کردم. من کاتالوگا رو تو جیبم می‌ذاشتم، با خودم می‌بردم. هر جا میدم باور نمی‌کنید کاتالوگ بهشون نشون میدم آقا ببین این کاتالوگش، این جوایزش همه رو نوشتیم، تا 45 نفر جایزه میدیم. نفر ممتاز $50,000، نفر اول $20,000، همینطور میاد پایین تا به 45 نفر ما جایزه میدیم. عجیب بود. این باعث شد که خوشنویسی دیده بشه و براش بازار درست بشه.
البته ناگفته نماند که هنر خوشنویسی اولین هنری است که بازار داشته. منتها چی برای کتابسازی، به خصوص برای کتابسازی و قطعات قدیمی ما دهها و صدها نفر در سطح کشور مجموعه دار داریم که اینها آثار قدیمی رو جمع‌آوری میکنن و خرید فروش میکنن و کسب و کار بسیار پر رونق و عالی هم است. گرچه ما هیچ وقت به اون سمت خوشبختانه نرفتیم و من تو عمرم یک کار حتی نه خریدم نه فروختم، حتی خریدم یه دونه خریدم، مثلا هیچ وقت ما کاری رو نفروختیم برای که هیچ موقع تو این بازار نخواستیم بریم. اونجا تمام بکنم و تشکر بکنم از آقای جناب جلیلی که حالا محبت کردن اینجا در اختیار گذاشتن، جناب آقای آذریفر که کاراشون واقعا کارهای خوبی است و تواناییشون البته بیش از اینا هم هست، یعنی فقط به اینا ختم نمیشه چون ایشون یک خوشنویس تجربی هستن، تجربهشون در کار زیاده و بعضی از خوشنویسان ما توی قلم خاصی مهارت دارن ولی ریز شد نمیتونن، درست شد نمیتونن. ایشون خوشبختانه کسی است که این توانایی ها رو داره. امیدواریم که همیشه سلامت باشن. جناب استاد منوری که ما سال‌هاست خدمتشون ارادت داریم. شاگردی می‌کنید. جناب استاد مهری عزیز که از عزیزان ما و انجمن خوشنویسان هستن و ما خوشحالیم که الان اداره انجمن خوشنویسان هم به عهده ایشان هست و مطمئناً با شناختی که ما ازشون داریم هم به لحاظ هنری و هم اخلاقی انجمن خوشنویسان شعبه استان البرز بتونه بیش از پیش موفق باشه. ان شاءالله که همتون سلامت باشید. خیلی ممنون که عرایض منو شنیدید. استودیو صداهای همراه